اگه سالهاست با جوش سرسیاه دست و پنجه نرم میکنی و هر کرم و پماد و قرصی رو امتحان کردی ولی نتیجه‌ای نگرفتی، این ویدیو ممکنه کاملا نگاهت رو عوض کنه، چون جوش سرسیاه نه از کثیفی پوستته و نه از باکتری، از یه چیز کاملا متفاوته که احتمالاً هیچ وقت بهت نگفتن. سوالی که میخوام ازت بپرسم اینه: چرا بعضی آدما بدون هیچ مراقبت خاصی پوست تمیزی دارن ولی بعضی دیگه با کلی کرم و درمان موضعی باز هم درگیر جوش سرسیاه میشن؟ پس بیا از اول شروع کنیم. هر جوش سرسیاهی که الان روی صورتته یه نوع چربی خاص داره، اسمش پالمیتیک اسیده. با اینکه اسید توی اسمشه، در واقع یک چربی اشباع شده است. رایج ترین چربیه که در بدن انسان وجود داره. در روغن پالم، کره، پنیر و غذاهای فراوری شده هم هست. ولی نکته مهم اینه که بدن خودش همین چربی رو میسازه. از چی میسازه؟ از قند. وقتی قند زیادی مصرف میکنی، کبدت اون قند اضافه رو تبدیل به این چربیه میکنه. حالا در شرایط طبیعی این چربی باید تبدیل به یه چربی دیگه بشه که فقط در پوست انسان وجود داره و از التهاب و آکنی جلوگیری میکنه. حالا مشکل اصلی اینه که این تبدیل در بدن شما به درستی انجام نمیشه. برای اینکه این تبدیل در بدنت به درستی انجام بشه، شما به یک آنزیم خاص نیاز داری. سراغ اسمش نمیرم. این آنزیم برای فعال شدن به زینک نیاز داره و اینجاست که ماجرا جالب تر میشه. کمبود زینک در بدن اکثر مردم فوق‌العاده رایجه و جوش سرسیاه یکی از بهترین نشانه های بیرونیه که بهت میگه بدنت کمبود زینک داره. پس اگه جوش سرسیاه داری، به احتمال خیلی زیاد بدنت به زینک بیشتری نیاز داره. اما نکته‌ای که خیلی ها نمیدونن اینه که چند چیز مستقیما مانع این تبدیل مهم میشن. یکیش همون قند اضافه است که هم اون آنزیم رو بلاک میکنه، هم زینک بدنتون رو تخلیه میکنه. الکل و تنقلات مضر هم دقیقاً همین کارو میکنن. مورد مهم بعدی بلاییه که سر ویتامین A در بدنت میاد. اگر درگیر جوش و آکنی شده باشی، حتما اسم داروی راکوتان رو شنیدید. این یک نسخه مصنوعی از ویتامین A هست. اما چرا این دارو انقدر قویه؟ چون ویتامین A کنترل خوبی روی غده چربی پوست داره و وقتی ویتامین A روی کار میاد، غده چربی تنظیم میشه و مشکلتون حل میشه. برای همین این دارو به سرعت جوشاتون رو محو میکنه. ولی دو نکته حیاتی اینجاست: عوارض جانبی سنگین این دارو و بیرونی و موقتی بودن اثرش. پس بهتر سراغ دریافت ویتامین A از راه‌های طبیعی باشید و تازه اگر زینک کافی هم دریافت نکنید، اون ویتامین A به تنهایی هیچ اثر ماندگاری نخواهد داشت. یکی از بهترین منابع طبیعی برای هر دوی اینا جگر گوسفندیه. اما اگر جگر دوست ندارید، روغن جگر ماهی کات یک جایگزین عالیه که ویتامین A فعال خوبی داره. حالا بذار یه قدم جلوتر بریم و از یک زاویه‌ای که خیلی ها بهش فکر نمی کنن به این موضوع نگاه کنیم. زاویه‌ای که اصل ماجراست. قبلتر بهت گفتم قند اضافی در کبد به چربی تبدیل میشه. این چربی فقط مشکل پوستی نیست. همین چربی میتونه باعث کبد چرب هم بشه و وقتی کبدتون چرب بشه یه اتفاق مهم دیگه هم میافته. کبد بزرگترین مخزن ویتامین A در بدنه. وقتی کبد درگیر چربی بشه، توانایی ذخیره و استفاده از ویتامین A هم مختل میشه و اینجاست که مشکلات پوستیت بدتر و جدیتر میشن. پس زنجیره رو ببین: قند اضافه، کبد چرب، اختلال در ویتامین A، کمبود زینک و در نتیجه تجمع پالمیتیک اسید در منافذ پوستت. همه اینا به هم وصلن و اگر به این زنجیره دقت کنی میفهمی که چرا خیلی از درمانهای موضعی نتیجه نمیدن، چون ریشه مشکل از داخل بدنته. باز یه مورد دیگه که بهش توجه نمیشه اینه: قند اضافه انسولین رو بالا میبره. انسولین بالا هورمون‌های آندروژن رو افزایش میدن. آندروژن‌ها یا همون هورمون‌های مردانه غده‌های چربی پوستتون رو بزرگتر میکنن و اینطوری چربی بیشتری تولید میشه.
این چربی اضافه داخل منافذتون گیر میکنه. اگر اون منفذ باز باشه در معرض اکسیژن قرار میگیره، اکسید میشه و تیره میشه. میشه چی؟ جوش سرسیاه. اگه منفذ بسته بمونه میشه جوش سرسفید. ولی هر دو از یک مکانیزم میان و یک راه حل دارن که عالی و ماندگاره. اکثر ما در دوره نوجوانی جوش‌های خیلی بدی داشتیم. خیلی چیزا امتحان کردیم. کرم، پماد و حتی قرص، و واقعا هیچ کدومشون جواب ندادن. الان که به عقب نگاه میکنم میفهمم که یه چیزی رو خیلی زیاد از حد مصرف میکردم. اون چیز به نظرتون چی میتونه باشه؟ و راه حل واقعی چیه؟ چطوری از شر این جوش‌ها خلاص بشید؟ قبلش سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارش رو هم روی آل قرار بدید. تازه اشتراک VIP هم میتونید تهیه کنید که مزایای خیلی خوبی داره. خب اول از همه وقتی جوش‌های سرسیاه، سرسفید یا آکنی دارید، در آوردنشون با ابزاری مثل موچین یا فشار دادنشون با دست بدترین کاریه که میتونید انجام بدید. این کار هم باعث التهاب و بدتر شدن جوش هاتون میشه، هم میتونه جای زخم و لک دائمی روی پوستتون باقی بذاره. پس در قدم اول بهش دست نزنید. در قدم دوم قند و کربوهیدرات دریافتی روزانه خودتون رو به زیر 50 گرم در روز بیارید. این مهمترین قدمه. در دوران نوجوانی همه ما قند و شکر زیادی مصرف میکردیم و این دقیقاً همون چیزیه که مشکل رو بدتر میکرد. وقتی قنده رو حذف کنی، اون زنجیره‌ای که بهت گفته بودم از همین نقطه متوقف میشه. رژیم کتوژنیک یا روزه متناوب هر دو میتونن در این مسیر کمک کننده باشن. هم چربی کبدت رو کم کنن، هم انسولینت رو پایین نگه دارن، هم به تنظیم هورمون‌هات کمک کنن. سومین قدم تأمین زینک کافیه. بهترین منابع غذایی برای زینک هم گوشت قرمز و جگر گوسفندیه. مکمل زینک هم میتونید مصرف کنید. بله. قدم چهارم، به جای روغن مایع و جامد و سرخ کردنی از کره حیوانی استفاده کنید. این مورد خیلی مهمه. این روغن‌ها در دمای بالا فراوری میشن، مقدار زیادی اسید چرب امگا 6 اکسید شده دارن. اینا میتونن التهاب پوستتون رو بیشتر کنن. قدم پنجم که مهمترین بخش ماجراست، دریافت ویتامین A کافیه، یعنی رتینول. این همون فرم فعال ویتامین A هست که بدن مستقیما میتونه ازش استفاده کنه. بهترین منابع طبیعی رتینول جگر، کره حیوانی، زرده تخم مرغ و روغن جگر ماهی هستن. اگر کبد چرب داری، اگر وزنت بالاست، اگر چربی شکمی زیادی داری، حتی با مصرف بهترین مکمل ها هم ممکنه نتیجه کامل نگیری. چون بدن باید اول از اون چرخه معیوب خارج بشه تا بعد شما بتونی نتیجهش رو روی پوستت ببینی. جایی که خیلی ها اشتباه میکنن اینه که فکر میکنن جوش سرسیاه از کثیفیه. نه، این یک علامته، یک هشداره که بدنت داره نشونت میده تا خبرت کنه یک مشکل عمیق‌تر وجود داره. مشکلی که ریشش روی میز ناهار و شامته. درمانش تو قوطی‌های کرم‌های رنگارنگ تو قفسه مغازه‌ها نیست. الان اگر دوست داری پوست صاف و شفاف و جوان داشته باشی، این ویدیو رو از دست نده. این ویدیو هم اطلاعات شگفت‌انگیزی داره. حتما تماشا کن. لایک، سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم فراموش نکن. خیلی دوستتون دارم. باهاتون خداحافظی نمی کنم چون میدونم در یکی از این دو ویدیو دوباره باز میبینمتون. عزیزان دلم.